جزیره عروسک‌ها یکی از مرموزترین و ترسناکترین جزایر و مناطق دنیا هستش. گذشته دیوانه‌واری داره. اگه دوست داری راجع به این جزیره اطلاعات بیشتری بدونی تا آخر ویدیو همراه من باش. در نقاط مختلف این جزیره میتوان عروسک‌ها رو مشاهده کرد که بنابر عقاید ساکنین محلی در تسخیر بچه‌های مرده هستش. این در حالیه که بازدید کنندگان از این جزیره صداهای عجیب و تکان عروسک‌ها رو مشاهده کردند. حالا جزیره عروسک‌ها کجاست؟ جزیره عروسک‌ها در کانال‌های شوچیمیلکو در فاصله 45 دقیقه‌ای در جنوب مکزیکو سیتی قرار داره و برای رسیدن به آنجا با قایق حداقل 2 ساعت را باید سپری کرد. علاوه بر این، برای بازدید از این جزیره کوچک می توانید در کانال‌های این اطراف نیز گردش کنید و بخش‌های مختلف آن را تماشا کنید. تاریخچه جزیره عروسک‌ها. داستان پشت جزیره عروسک‌ها واقعه ناراحت کننده و دلخراش هستش. اینجا به عنوان یک جاذبه گردشگری ساخته نشده و در حقیقت پس از غرق شدن دختری در آنجا عروسک‌های مختلفی بر روی درختان آن آویزان شدند. بنابراین داستان جسد این دختر جوان در آب‌های اطراف این جزیره پیدا میشه، دختری که تحت شرایط مرموزی در اونجا غرق شده. همین نیز سبب میشه تا عروسک‌های زیادی در درختان آنجا آویزان بشن و بنابر گفته ها روح این دختر درون این عروسک‌ها قرار گرفته. دان جولیان سانتانا باررا کسی است که زندگی گوشه‌گیری در این جزیره داره و از آنجا مراقبت میکنه. مردم به ندرت او رو به چشم دیدن و خود او نیز به ندرت این جزیره رو ترک کرده. به گفته دان جولیان، او بیشترین تلاش خودش برای نجات این دختر رو انجام داده، اما در نهایت در این کار موفق نبوده. مدتی پس از غرق شدن این دختر، دان جولیان عروسکی را در ساحل جزیره پیدا میکنه و تصمیم میگیره تا آن را از درخت آویزون کنه تا ادای احترامی به روح این دختر باشه. همین نیز آغازگر روند آویزان شدن عروسک‌های مختلف در درختان این جزیره میشه. البته برخی از افراد داستان غرق شدن این دختر بچه را باور ندارن و بیان میکنن که دان جولیان به دلیل تنها بودن بیش از حد این داستان را ساخته. در هر صورت دان جولیان در رویاهای خودش تصاویر این دختر بچه رو میبینه و فکر میکنه که به اندازه کافی به روح او احترام نگذاشته، پس تصمیم میگیره تا عروسک‌های بیشتری آویزون کنه تا بدین ترتیب روح این دختر را آزار نده. در سال 2001 میلادی او در همان نقطه‌ای که جسد دختر بچه رو پیدا کرده بوده غرق شده و جسدش پیدا میشه. از آن زمان نیز اینجا به مکانی خوفناک و عجیب برای بازدید مردم و گردشگران تبدیل میشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و داخل کامنت ها نظرتون رو راجع به این ویدیو برام بنویسید که به نظر شما این داستان واقعیه یا اینکه تصور یک فردی بوده که توی اون جزیره زندگی میکرده. منتظر کامنتتون هستم. اگه هم که دوست داری رازهای ناگفته جهان رو کشف کنی، کانال منو سابسکرایب کن، زنگولش هم فعال کن.